خب چنده؟ میخوام واسه اقبالم بخرم، پای همراهی با من نداره. رابطه با پسر بالای 30 سال چرا اینجوریه؟ همین خود شما آخرین بار کی گل خریدی برای من؟ نمیخوای باز کنی؟ من بهت میگم نهال خرما خریدی آوردی کاشتی، میگه 6 سال دیگه هم خرما میده، هم اگه چیزی شد واسه مراسممون هست هم باش پولدار میشی. صدای من برات آشنا نیست؟ نه خب آشنا نیست. صدای اصلی این رابطه صدای تصمیم و دینام ماشینته. حلزونای گوشت اصلا به من میرسه میخوابه. 3 سال و 9 ماه و 2 روز و 6 ساعت پیش من 2 تا شام واسه شام روشن کردم فضامون رمانتیک بشه. اومدی دستتو گذاشتی رو پریز برقا رو روشن کردی، میگه اللهم صل علی محمد، برقا اومد خانم شمع رو خاموش کن. رمانتیک می‌خواستم باشه. من اصلا دنبال یه رابطه درام عاشقانه بودم. الان با تو من انگار مستند راز بقا. زندگی چه مرحله است؟ یورش به قضا، جنگ جهت بقا، خواب جهت تجدید قوا. چه علاقه‌ای پسر بالای 30 سال به ایموجی گل رز قرمز داره؟ بابا قلب بفرست. ما که اسیرت نمیشیم. واتساپ داری شما؟ من فقط تو داری آخه. تو دوستای بالای 30 ساله، وگرنه خود سازنده واتساپ دیگه استوریاشو یا تو تلگرام میذاره یا تو اینستا. دیگه بچه‌ها برید وضعیتمو ببینید. زیرش هم نوشتی اگه دلشو نداری تا آخر همین مجید بلعیدن عقاب توسط تیر چه دلی میخواد. گفتی بذار یک فروردین هم نوروز رو به تبریک بگم، هم سالگرد آشنایی رو، هم سالگرد کات و هم سالگرد قهر رو، هم روز دختر رو. گفتم اشکالی نداره، بی‌حوصله است. تاریخ تولدمو که دیگه نمیتونی جابجا کنی. من آذری ام، تو 9 ماه زودتر یک فروردین تبریک میگی. با چرا انقدر تو از ترافیک فراری هر جا می‌خوایم بریم میگی بیا اسنپ بایک پلاس برات بگیرم با کیفیت بیشتر، همون سرعت همیشگی. ما اینو می‌خواستیم، اسنپ بایک پلاس با امنیت و آرامش بیشتر. ما خودتون می‌خواستیم بشینیم توی ماشین آهنگ عاشقانه برای هم دیگه بذاریم. هرچند آهنگم که میذارم تو چی گوش میدی؟ صدای ریختن روغن روی پیستون‌های ماشین. من مشکلمون رو فهمیدم مجید. یا تو باید درست بشی یا وایسی منم 30 سالم بشه شاید این بحرانی که تو رو گرفته منم بگیره. از بقیه میخوام بپرسم شما چه مشکلاتی با آدمای بالای 30 سال دارید؟